فالوتر در گردم چرخ میزد. اما چشمانم کور و گوشهایم کار بود. شرف، تو چرا خواب نکردی؟ تو رو انتظار بودم. چرا تلفنت خاموش شده است؟ من در ضیافت بودم. چی باید با تو گزارش دهم؟ با کی بودی در ضیافت؟ کی بود همراهت ویزن؟ چی کار داری فریده؟ ضیافتی کوری بود. و تو چی شد؟ چرا چنین سوال دادی؟ با خود بیا. امروز درس نیست، نزدی دادا میرویم؟ بیاید برویم اوچا جان، دادم رو پزمان شدم. کارم زیاد است، خوراکت رو خوش میکنیم التماس اوچا جان رویم؟ گیر کودک رو بیرو خیر. روزی استراحت است، هوای تازه میگیرند. من دسترخوان رو جمع میکنم. به این هم بر اسارت عادت کردیم. همه‌اش رو به بالایم بر کردی. هیچ نباشد کمی با کودک ها باش. نزدی دادا جان میرویم؟ روید. خدایا کارمون رو به خیر گذران. الو آقای خیردین، در کجا هستی آقای خیردین؟ یگان کمبودی نیست آقای خیردین، گفتم کمبودی نیست. کی برمیگردی؟ ها؟ شد، فهمیدم. سلامت باشی. در پناه خدا آقای خیردین، در پناه خدا. یک مردی سال خورده برای برگرداندن قرض مسافر شده است. خاله جانی من، از این پس هر روز به نزدتون میایم. دادا جان ما آمده. آها کی آمدن؟ خوش آمدید کنی. دادا شما رو شب ندیدیم. من شما رو دیشب یاد کردم. مادامی که آمدید با من کمک میکنید. کنی رفتیم؟ بید به این طرف. این گل ها از آنی من میشوند نیش؟ خوب، از آنی تو میشوند. خوش فریده؟ کارهایت چه خیل؟ این آرایش را از کجا گرفتی؟ نوست مگر؟ دیروز روزی تولدم بود. شرف توفه کرد از نام هر دویتون. باز ضیافت شام داد. خودم رو تنها حس نکنم گفته. رفتیم از اینجا. اوچا چی کار میکنه؟ رفتن نمیخواد. دیگر سخن نگوی میروی. اوچا جان رفتن دستم در. فریده اوچا خواهش میکنم نرویم؟ اوچا جان چرا گریه میکنه؟ هیچ چیز نشده است. کمی خسته شدم. عصبهایم ویران شد. مهم نیست. میگذاره شما رفته بازی کنی؟ بیا کمی در اونجا بازی کنه. میلش من در این دست میشینم. میل
نترس من در کبودش میشم مادر شما راست میگفتید خیانت میکند با زنی که دایما میگفت من خواهرش هستم توفه رو نه به من بلکه به او گرفته است. چی؟ چی میگویی؟ توفه گرفته است؟ نمی‌وای چی بود؟ پینر بود؟ من فهمیده بودم. گریه نکن فریده، عصبت رو خراب نکن، کمی به خود بیا. گوش کن، تو روز به خانه رو، من خودم چاره‌اش رو میجویم. اینقدر با او فشار نهار شرف. چه خیل نهارم؟ آخر عصبم رو ویران کردم. باید فریده رو هم از ضیافت زادروزی من آگاه میکردی. بیچاره از من شنیده غمگین شد. با ضیافت رفتنی ما هیچ چیز نشده است. ای خدایا برای چی فکری بد میکند؟ مگر نمیتوانم مشترکم را با ضیافت شام ببرم؟ آرام باش شرف. با فریده رفتار بد نکن. نمیخوام که از روی من میان شما نافهمی شود وگرنه خودم رو نمیبخشم. گوش کن، کاری که میان ما شد با تو ربطی ندارد. من با او میفهمانم. مایلش، من باید روم. با این عصبانیت نزد مشتری میروم. خانه های با حشمت رو آرامی دهد. بله خانم. در کجا است؟ در تربیه. خانه میتد گنداغدو. میدونید؟ شما؟ چی شد؟ به فکرم شناختی. من مادری فریده هستم. دیشب تو را در طرب خانه دیدم که روبروی شرف نشسته با خنده خوراک میخوردی. تعبتون خیلی بالیده بود، لیکن طبی من ویران شد پینار خانم، حتی خیلی ویران. آخر ما تنها. خاموش شو، گپ نکردو. تو میدونی که من چند سال دارم. کنی اینجا بیا، کنی بیا بهتر بیا. و تو مگر شرم نمی کنی که مردی آیده دار رو بیره میکنی؟ تو به شرف. کنی اینجا بیا میگویم، اینجا بیا میگویم. من ادبت رو میدی هم باز موی سر میگویی. در سرت موی نمیمانم. دختری من سالها موی سرش رو با اون شرف سفید کرده است. بهتر بیا من تو رو میکشم. انا با تو این دفعه با تو نمیزیبد. بهتر بیا یه بد اخلاق. جانکانی من آمدن. چی شد؟ با شما چی شد؟ فریده برای چی گریه کردی؟ جواب ده آخر. با مادرتون چی شد؟ چرا گریه میکنن؟ عصبشون ویران شد و همین خیل گفتن. بیبی عصب چگونه ویران میشود؟ ماشینی عمل کم که گاه و گاه ویران میشود مثل همان است. کنی شما رفته دست رویتون رو شید. من هم حاضر می آیم. دخترم راجع زن نباید خانم. به شما امانت دادیم، کلین گفته دادیم، اما شما جبر کردید. اول سلام بعد کلام.
از برای خدا تو چی ها میگویی؟ مقصدی به دری خانم اومدنت رو نفهمیدم. دخترم رو جغزن گفتم انتظار نمیشوم، وقت ندارم. یا خدایا توبه. مادر شما در اینجا چیکار میکنید؟ چرا آمدم؟ حسابش را دیده بر آمدم. تحفه را برمیگردانم گیر. مادر شما چیکار کردید؟ دخترم میفهمی با نشستن و گریستن این کارها حل نمیشود. بر مقابل بیدین به ایمان میباید. آن کاری که تو نکردی من کردم جانکم. فریده او از کجا پیدا شد؟ حالا این چی گفت و چی نقل کرد؟ پینار با تو چی شد؟ پینار کی با تو چونین کرد؟ گفتن نمیتوانم. شد بیا کنی آیسته با اینجا. شد پینار این کارو کی کرده؟ کی کرد؟ من جزایش رو میدیم. پینار کی کرد این کارو؟ مادر فریده آمد. مادرش؟ فهمیده است که ما هر دو تنها دیشب خوراک شام خورده ایم. من فکرم دیده است و این فریده گفته است. او با تو چنین کرد؟ گفت که شرم نمیکنی و من رو زد. من میدونم با او چیکار کنم. شرف ایست مرا. در این خانه نه راحت ماند و نه حضور. این چی احوال است؟ دخترم کنی بگو چی شده ایستاده است؟ آخر مرا میکشه. فریده تو و مادرت چی حق دارید که با کارهای من دخالت میکنید؟ کی بودنتان رو دانید؟ تو خانه را تازه کن، کودک‌ها را نگاه کن. تنها با همین کارها مشغول شو. دیگر با یگان کاری من کاردار نشو. یا پروردگار، چرا چون دیوانه اومده میزنی او رو؟ چی کار کرده است این دختر؟ بس است. من در این خانه خودم رو در قفسش میکنم. مرا خسته کردید. به حالم گذارید. پسرم چی درد داری؟ بگو ما هم بفهمیم. مادر شما هم به زخم من ناخن نزنید. من یگان درد ندارم. از برای خدا بس کنید. از همه‌تون خسته شدم. با کدام روی به من زنگ میزنی؟ شرم نمیداری مگر؟ اما پینار گریه نکن. تو رو در چنین احوال دیدن نمیخوام. خودت رو احتیاط کن. غمگین نشو. من فریده رو جزا دادم. کی بودنش رو فهموندم.
کاش بدونی که من از چنین همسر داشتنم چقدر شرم میکنم. مرا ببخش. خوب هستی دخترم؟ در کجا بودی؟ خوب هستی؟ کمی خوب میروم. خوب میروی؟ در همین ساعت دخترم؟ من به شما نشان میدهم به همه این جواب میدهید. فریده دخترم در روز خواب رفته میشود مگر؟ بیا خیلی صحبت کنیم. دخترم نقل بکن تو این که ما هم بدونیم چی شده است. ها؟ فریده فریده خوابش برده است. فریده فریده وای داد فریده زود باشید. مادر چی شد؟ پسرم چیکار کردی؟ فریده یک قوطی دارو فرو برده است. حاضر در کجاست؟ معده‌اش رو شسته ایستادن. من نفهمیدم بین شما چی رخ داده است. شد مادر. تو چی کار کردی فریده؟ حالتون خوب است ینگه؟ آخرین کار رو برای چی کردید؟ دخترم تو دیوانه شده ای. خودت رو فکر نکردی کودکایت رو فکر کن. تو مادر هستی مادر. مادر بهتر از ما بیرون برویم.
آخر من چی گفتم؟ شد مایلش بیرون میبرویم. در بیرون این حل قبل نمیشود. بیایید. مادر رفتیم. گوش میکنم. خوب است. امروز با کار نمی آیم. نزد فریده می ایستم. لیکن از انتالیا زنگ زدند. عاجلا میخواهم با ما شرطنامه بندند. در حال جواب ندهیم با دیگر شرکت میروند. انتظار میشوم. در نزدش می ایستاده بوده است. فریده خانم تو خود میبینی نیرنگ خودکشی را شوهرت باور میکند، اما من هرگز. من تو را آگاه کرده بودم. با تو گفتم که مقابل معاشینو داری. من با خودکشی دست زدن فریده یگان ارتباطی ندارم. با من افسانه نخوان. من مثل شرف احمق نیستم. قدمت رو دانستم. تو که نقشه داشته باشی من هم دارم. خودتان رو چه خیلی حس میکنید؟ من خودم رو خیلی خوب حس میکنم. به خونه رفتن میخوام. خواهش میکنم مرا اجازه دهید فرزندانم را یاد کردم. برای رفتن اجازت میدهید؟ میتوانید روید. به فکر من با همسرتان نزد روانشناس روید. همه وقت چنین امتیاز نمیشود. خدا شفا دهد. تشکر. بیا رفتیم. الو، شرکت نهاد پروری انتالیا؟ با ظفر میتوانم صحبت کنم؟ آقای ظفر سلام، من پینار از استانبول. خوب هستم، شما چه خیل؟ آقای ظفر ما قرار دادیم که هر ماه به طور چکنه نهاده گیریم. بله، تصدیق کنی رو هم آغاز میکنیم. تشکر، معلومات مفصل رو بعدتر دیده میبریم. خوب، روزتون بخیر. بیا دخترم. آهسته. من یک شوربا تیار کنم. ینگه نمیدونم چی حادثه شد و شما به خودکشی دست زدید، لیکن قسم بخورید با من وعده بدهید که دیگر به این کارها دست نخواهید زد. فریده تو دائما در هوش یادم هستی، اما میدونی که باید زودتر به انتالیا روم. حتما این واقعی خیلی مهم است. با کجا می روید برادر؟ مگر شرط است؟ مجبورم. احتیاج به پول داریم. با فکرم قرضدار بودنم را فراموش کردی. باید تکرار بکنم. چند مدت میمونید؟ 2 شب میمونم و خلاص. ینگه خدا شفا دهد. تنها میروی؟ البته تنها میروم. امضای هر دویمان ضرور است.
هم امضای تو و هم امضای من یک امضا بسندگی نمی کند. از کجا دانم چند روز است که سرم درد میکند. از یادم برآمده است. اگر به یاد من هم نمی رسید 2 مرتبه به انطالیا می رفتی. خوب شد که به یادت آوردم. مصرف بیهوده می شد. در نقطه سوزشواری من میکنی؟ مایلش. جای دستشویی در کدام طرف؟ در اونجا. فکر میکنی که شوهرت تنها با انطالیا رفته ایستاده است؟ مهمان خانه انطالیا بزرگ رقم حجره 303. تو فکر میکنی که شوهرت به انطالیا تنها رفته ایستاده است؟ مهمان خانه انطالیا بزرگ رقم حجرهش 303. دخترم با کجا می روی؟ چرا از جایت خیستی؟ باید که خواب کنی مگر دیوانه شده ای؟ فریده فریده یا پروردگار می رویم؟ من به تو نگفته بودم که شوهرت رو صاحبی بکن. فریده چی ایستاده ای؟ چی مثلی بیچاره ها ایستاده ای؟ تو هم به اتوبوس نشسته به انطالیا رو از گریبون شوهرت گرفته به خونه بیار. زن باید که کمی زیرک باشد. تشکر به شما. تشکر به شما برای کن. سلامت باشید. مرحمت. شام بخیر. شام بخیر. یک چیپتا برای انطالیا میفرمایم. کدام ساعت میخواهید؟ در اتوبوس اول. این اتوبوس کمی دیرتر میروند. شد میگیرم. نامتان؟ خانم نامتان؟ فریده فیگر. نرخش چقدر است؟ 50 لیره. مرحمت. مرحمت. راهی سفید. خوش آمدید.
مهمانخانه زیبا بوده است شرف. همین خیل نه؟ چی زیبا بوده است؟ البته محیط دیگر چی زیبا است؟ زیبا بوده است. دوست برای چی است؟ در استانبول برایم از همه نزدیک شمایید. تو و شرف. با شما اگر دست کمک دراز کرده توانم خود را خوشبخت میدونم. از وقتی سوار شدن گریه کرده ایستاده. چی دردی سختی داشته باشی؟ دیروز روزی تولدم بود. شرف توفه کرد. از نام هر دویتان باز ضیافت شام داد. به مهمانخانه بزرگ میروم. زودتر رانید. البته خانم. شام بخیر. شام بخیر. شوهرم شرف فکر در اتاق 303 می ایستد. در کدامشون است؟ در آشانه سیوم. می توانید روید. تشکر. فریده، تو در اینجا چیکار میکنی؟ با فرزندانم یگان حادثه رخ داد مگر؟ چرا آمدی؟ چرا؟ چی گپ شد؟ در اینجا تنها میستی؟ همراهی کی آمدی؟ در اینجا کیست؟ فهمو، یعنی که از استانبول برای تفتیش کردن من آمدی. باوریم نمی آید. وقتی که تو به سفر برآمدی به تلفن من یک نامه آمد. در نامه نوشته شده بود که شوهرت تنها نیست. چی؟ از کی؟ نمیدونم. تو باشی نامه شخصی نامعلوم رو باور کرده به جستجوی من آمدی؟ فریده، تو عقلت رو کار فرما. آخر تو دیگر حرف نزن. من تو رو دیگر نمیشناسم. همسری من نباید این خیل رفتار کند. زنی نکاحی و مادری فرزندانی من باید به شوهرش باور داشته باشد. شرف، آخر
با من گفته بودی گل تنها با تو ازدواج کردن میخواهم. به خاطر آدابت و رفتار کردارت با تو خانه دار شدم. از کی باز فعل و رفتار تو این گونه عوض شده است؟ اما احساسی رشکم بالا گرفت. پس تو باوری داری که در این اتاق زن همراه من است؟ مرحمت در آمد آن زن رو بین. اگر با این اتاق در آمده یگان زن رو نیابی بین ما زندگی به آخر میرسد. با یک قرار بیا. اگر از این درد روی دیگر زندگی همون مثل پیشینه نمی شود. خوب فکر کن. آمینا ماشین را به من ده. آمینا زود ماشین را به من ده. نمیدیم. ده گفتم نباشد جزا میدیم. اگر با بازیچه هایت بازی کرده نمیمونی اونها را از سر زبان بیرون میپسیم. آیا کاری خوب کردی؟ او چند بیند غمگین میشود. فریده فکر فرزندها را کن. اگر با من باوری نداشته باشی همچون شوهر حرمت نکنی پس میتوانی که وارد این در شوی لیکن از عائله محروم میشوی. آمینا پرواز میکنیم. دست از رو باز کن. یعنی پرواز کن. یعنی امینه جان. راکی را داری؟ لبه گفتم که راکی را داری؟ دارم. بسیار خوب. شرف چی؟ میروم. زیرا به تو باور دارم. نمیخواهم که عائله‌مان ویران شود. فرزندانم زنده جدا گردن. زیرا من تو را دوست میدارم. من هم شما را دوست میدارم. بیا یک جا برویم. تو چیا میگویی؟ من در اینجا از پای کار و بار میشوم. برای کیف صفا کردن نآمدم. فکری قرض مرا آرام نمیگذارد. میفهمی؟ مرش اگر این کار رو گیریم کیف صفا کرده میگردم. بسیار خوب شد. بله باید به این شرطنامه امضا کنیم. حتما. خانم به کدام طرف میروی؟ به طرف ایستگاه میرویم. این چارچوبه برای چی شکسته باشده؟ به خدا که 1000 پاره شده رفت. پروردگار عاقبتش را بخیر کن. بخیر. بیبی اینقدر زودی حساب کرده؟ در حقیقت 1000 پاره شده است. در اینجا پای لوچ نگردید. به پایتان میده های شیشه میخلد. باز از پای شما آواره شده نمیخواهم. به این هم جانم به نوک بینیم آمده است. همین بینی؟ از نظرم دور شو تا چشمم شما را نبیند. مادرتون به کجا رفت و رو پناه کرد؟ اینجا رو بین. همه پر از میده شیشه. پروردگار یا پروردگار. چی شد مادر؟ باز چی گپ شد؟ کودک ها رسم شرف و فریده را شکستند.
من میروم. امیر کنی با جانون زنگ زده فهم فریده کجا رفته باشد او باید داند. مادر آخر ینگم زنی با عقل است. چی کار کردنش را خوب میداند. مرا گوش کن. باز به سرش یگان حادثه نامده باشد. تلفن شرف باشد خاموش است. با او تلفن کرده نمیشود. مادر تو شما صبر کنید. اگر از آنها یگان خبر گرفته نتوانیم تمام مقامات رو من خودم سفربر میکنم. خدا حافظ. سلامت باشی پسرم. فریده اگر با من باوری نداشته باشی همچون شوهر غربت نکنی پس میتوانی که وارد این در شوی لیکن از باز در محروم میشوی. یاسین آمینه جانکانم شما به کجا میروید؟ ما هم رنگی کم از خونه گریختیم. به نزد اوچه هم میرویم. بیبی هم دیگر ما رو نمیخواهد. دیوانگری نکنید. این سخنها را کی گفت؟ خودی بیبی هم گفتن. با شما آواره شدن نمیخواهم. از پیشم دور شوید گفتن. اصل این گپ این خیلی نیست جانکم. این سخنها معنای برآمده روید نیست. مقصد این که بی ترتیبی و دیوانگری نکنید. قرار شنید گفتنی بود. آخر بیبیتون شما رو دوست می‌دارد کو. کنی همراه ما رفتیم. ببینیم بیبیتون چرا شما رو جنگ کرده است. آمینه یاسین به خدا سرم تاب خور. در کجای دافی کنی برای شما در کوچه چیکار میکنید؟ زودتر به خانه در اومده سر و لباستان رو عوض کنید. تو آنها رو از کجا یافتی؟ به نزد مادرمان میرویم میگویند. فریده در کجاست؟ درو میفهمونم. پدرم در کجاست؟ نمیآید؟ نه پسرم پیشتر زنگ زد. نه با ماشین سوار شده است. شب میرسد. گرسنه هستی پسرم؟ مادر جان بسیار گرسنه‌ام. بیا من حاضر یگان چیز تیار میکنم. بیا پسرم. هوا هم بسیار خنک شده است. الو جناب میتت خانم یاسمن از دیروز باز به بیرون برآمده است. در درون خانه خواستم به شما خبر دهم. مایلش خیر اطاعت. بیا رفته چای می نوشید. در نبودن ما دختر گریزد جناب ما را میکشد. نمیگریزد. دختری خوب شده است. فرشته بری شده است. تا شب به یگان جای نمیبراید. نباشد یا میرویم. تشکر دخترم. دستت درد رو نبینم. نوشی جان شود. تشکر. تشویش نکشید من خودم. الله هست و راضی باشد دخترم. از هممون راضی باشد. خانم شما را در پایان انتظارم. میایم. من کمتر پس میایم. ایلش برو دخترم. کنی نزدیک شو. چشمانم نمیبیند. تو کیستی؟ آیا برای یاسمن است؟ بله یاسمن. آیا تو همان کسی هستی که یاسمن را مفتون کرده ای؟ یاسمن غمگین است. پسرم البته که غمگین است. راستی قبل از من دیده او جسورتر است. برای نجات دادن عائله من خودش را فدا کرد. حالا باشد. نمیدانم که در حق من به شما چی گفته است. حاجت به سخن کردنش نیست.
چشمانش همه چیز رو میفهماند. گوش کن پسرم، تمام آتش رو با آب خاموش کرده می شود. بعضا برای یک آتش رو خاموش کردن باید یک آتش دیگر رو برپا سازی. او باشد این کار رو میکند. برای درد و غم خود را برطرف کردن با ما هم دردی میکند. تحمل غمگین شدن او را ندارم خاله. دیوانه میشوم. با پدرش یک دو حسابات دیگرمون مونده است خلاص. پدرش شما را جدا کرده نیست؟ بله، همین خیلی است. حسابات ها رو به انجام رسانیده مقابل پدرش میبرایم. میگویم که با او خانه‌دار میشوم اگر او راضی شود. راضی میشود؟ چرا راضی نشود پسرم؟ آخر او تو رو دوست میدارد. خیر، این گلها برای شما. من اینها رو همچون امانت میگیرم. وقتی که یوسمان آید با او میسپارم. مادر جان سلامت باشید. خوراک‌هایتان را یاد کردم. اشتهایتون پسرم، اشتهایتون. خوراک را بینام خورم. استازیر نون میورم. فریده به کجا رفت؟ اصلا من هم نمیدونم. شرف به انطالیا رفت. بعد از او فریده هم گم شده رفت. شرف از این خبر دارد؟ آخر به تلفن هم جواب نمیدهد. مگر شرف خودش تنها به انطالیا رفت؟ البته که تنها رفت. باز همراهی کی میرفت؟ نه یا تو یگان گپ را میدانی در باره ها؟ نه مادر، همین خیلی پرسیدم. نیست لیلا دختر چی خیل است؟ خوب است. یاشر به خدا قسم سخن مادرت رو گوش کن. هرگز لیلا رو از دست نده. اول از زنی یکم جدا شو و در حال انگشترین رو به انگشتی لیلا پوشان. به خدا این دختر زیباترین دختر است. زیباترین کلین می شود. درا ниҳоят хонумаро хабар мегирифтаӣ. офарин. аз шараф барои чӣ қарздор ҳастӣ? атила бас кун. чаро маро ба ин ҷо ҷиғ задӣ? аз ман чӣ мехоҳӣ? мо ҷудо шудем. оё фаромӯш кардӣ? мо ҷудо шудаем? ҳаргиз бидуни ман нақшаи бо дигар кас зиндагӣ карданро накун. ҳушатро ба сарат гир. барои ман фарқе надорад. дигар ба зиндагии ман дахолат накун. фаҳмидӣ маро? лайло, мо соҳиби як фарзанд ҳастем. фаромӯш кардӣ? ӯ дар куҷо аст? чаро ӯро ба назди ман намеорӣ? кори ту чӣ? ақлро ба сарат гир. маро телефон накардӣ? лайло, гӯшошам набошад туро кушам. фарзандамро мегирам. фарзандамро мегирам. туро нобуд мекунам. маро шунидӣ? туро мекушам. пора пора мекушам. лайло, нобудат мекунам. нобудат мекунам. маро сардӣ. сардӣ. ором бош. آمدم. اوه اینقدر گل‌های زیبا از کجا آوردید؟ اینقدر بوی خوش دارند. از آنی تو نصیب کنم. از من است؟ کی آورد؟ یک عاشقی زار. امیر آمده بود. همینطور؟ محترم مسافران، نیم ساعت توقف میکنیم. راهی دراز. اکنون رفته در یکم استراحت میکنم. شما گذارد؟ یک دمیست دخترم. فریده؟ پدر دخترم تو داری اینجا چی کار میکنی؟ پدر جان
дар Истанбул борон меборад. Кош барнамегаштем. агар наравем корҳо мемонад. Рост мегӯӣ, лекин инҷо бисёр зебо аст. бале, хӯроки шомро хӯрда меравем. Шараф, пеш аз рафтанамон як акс барои хотира гирем. Мебахшед. Лабай хунум. Моро як акс намегиред? Майлаш. ҳаракат накунед. он нома диламро ба шубҳа овард. худамро дошта натавонистам. хиста ба Анталия рафтам. ҳамин тавр? падар, бисёр пушаймон шудам. баъд Шараф чӣ гуфт? гуфт ки агар аз ин дардарун дароӣ, дигар ба ман зан нестӣ. шах шудам мондам, дигар ягон кор карданамро надонистам. гӯш кун духтарам, хонадории мустаҳкам дар болои се поя меистад. яке муҳаббат, дуюм эҳтиром, сеюм бошад боварӣ. медонӣ агар якеро кашида гирӣ, чаппа мешавад. на дар омаданат бисёр хуб шуд. майлаш модарҷон, чоямро нӯшидам, оҳиста оҳиста меравам ки падарам навояд. писарам, ҳамин хел пинҳон шуда биё. туро ёд мекунад. фардо хӯроки дӯст доштатро мепазам. майлаш меоям. чӣ шуд? ман телефонамро дар куҷо мондам? аз куҷо донам писарам? писарам дар куҷо монда будӣ? кани як ба хотират биёр охир. ай худоё, дар куҷо монда бошам? нест охир нест. сабил монад корам ҷазир мешавад ку. эй писарам, телефон дар онҷо чӣ кор мекунад? чӣ кор мекунад? кадом рӯз ту маро мекушӣ? ана ба ҷонат халос мешавад. модар, чӣ кор кунам охир? хуш омадӣ оғои Хайриддин, хуш омадӣ. хуш бошӣ хонам. фарида хонум, ту ҳам хуш омадӣ. ниҳоят ту ҳам омадӣ духтарам. дар куҷо будӣ? хонам, як лаҳза. шумо чӣ хел якдигарро ёфтед? ман ҳеҷ чизро намефаҳмам. бочам омадам. ҷонакони ман. кани шумо ба поён фароед. ё парвардигор. лабай? модар, бале рафтам. кошки намерафтам. ба гапи шумо бовар кардам, шарманда шуда баргаштам. ман ба ту гуфтам ки аз дараш баргард. чаро ба дарун надаромадӣ? чаро бо шавҳарат наистодӣ? шумо маро намефаҳмед модар. агар ба он хона медаромадам, Шараф маро талоқ медод. оилаам барбод мерафт. ту тарсончак ҳастӣ, тарсончак. бо ту гап задан мисли бо девор сухан кардан аст. шавҳарат туро тарсонид, ту бошӣ ба гапи ӯ бовар карда баргаштӣ. офарин ба ту. хайр, майлаш, баъд гап мезанем. фарида, духтарам, биё кани гап занем.
شکر خدا که صحت و سلامت آمدی. خوش آمدی امیر. شما هم خوش آمدید. کنی فهمون در کجاها بودی؟ سوال داده سری کلینم رو ویران نکن. وقتش که رسید همش رو خودش نقل میکنه. اگر کیف و صفای او رو منتظر شویم او هرگز به ما نقل نمیکنه. دهانش مهر زده. اختیارش نخواهد نگوید. دهان بسته 100 طلا میگویند. نباید کلینمون این طلاها رو به نقره تبدیل دید. اگر سخن از دهانش براید باز جنجال سر میزند. خانم خوبترش دل یک دیگر رو نشکنید. همدیگر رو حرمت کنید، مهربان باشید. آقای خیردین بسیار خوب فهموندی. اما من نفهمیدم که دلی که رو شکسته. بچه جون جیانه کنی من. بابا میدونه چی؟ امروز امک یشار اومدم. دهان شما یگان سخن را پنهان داشته نمیتواند. فقط لق 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 لق. شب شد. چرا اینقدر دیر به راه برآمدیم؟ کاش این شب هم در انطالیا می ایستادیم. با تو چی شده است؟ از سحر باز غمگین می نمایی. نه غمگین نیستم، ماشین رو میرونم. مونده شدی؟ اگر خواهی من میرونم. بینار گفتم که یگان غم نشده است. یک روی نکن. خداوند به شما ذهن ذکی نصیب کرد. تشکر بابا جان. بابا شما طرز تهارت کردن رو وظیفه خونگی داده بودید. ما تهارت کردن رو آموختیم. همینطور بیایید اکنون تهارت کردن رو از ما امتحان گیرید. رفتیم. بابا درست تهارت کردیم. آفرین، در حقیقت هم خوب آموختیم. خداوند از آموزگار شما راضی باشد. علاوه بر این به شما حتما تحفه میدیم. ینگا یک لحظه شما رو ممکن گذشته شینید ینگا. بین شما و اکام چی حادثه شد؟ نمیفهمم. راستی گپ نمیخواهم با کارهای اویلوی شما دخالت کنم. این وظیفه من نیست، لیکن من خواطرم ینگا. امیر من یک خطا کردم. از شخصی نامعلوم نامه گرفته به احساس داده شدم. شبهه کردم. همش همینقدر. از شخصی نامعلوم نامه گرفتید؟ میتوانم اون نامه رو بینم؟ چی کار میکنی؟ آخر رقم تلفنش معلوم نیست؟ هرگاهی که زنگ میزنم خاموش میگوید. کو ببینم؟
خود دختر شخص مشهور میتحت گنداغدو با آیله کمبغلان رفت آمد کند. نباید این خیل شود. والا مقام میتحت گنداغدو بوده است. خواهش میکنم یاسمن، به نزد تو خسته آمدم، به خانه برگرد. اگر میمردم چیکار میکردید؟ مجبور از هم دیگر جدا میشدیم. خدا نگه دارد از دهانت چمال برای دخترم. در این حالت از دستمان هیچ چیز نمی آید. این خیل باشد پدر. فرض کنید که من مردم. یاسمن رو فراموش کنید پدر. چون که از همان روزی که امیر رو از دست دادم حیات برای معنی ندارد. بچه ها روی پوشی رختی خوب را میدرونید. بیادابی نکنید. بس کنید. کنی فروید. کنی بزه بفروید. مادر جان این چرا در کتی شما خوب رویم؟ التیماس آچا التیماس. مایلش تنها همین شب. اورا کنی زود خوب روید. من حاضر می آیم. من با پدرم زنگ میزنم. الو؟ من با پدرم زنگ میزنم. شما کی هستید؟ من همکاری پدرت پینور. خالای پینور پدرم در همانجا هستن. آمینه تو با کی زنگ زدی؟ آمینه. الو؟ سلام فریده جون. شرف پولی سوزشواری رو پرداخت کردم می آید. اگر خواهی دیرتر زنگ زن. پینور تو همراه شرف هستی؟ بله. آیا شرف به تو نگفت؟ ما یک جویا به انطالیا آمدیم. ایستو فریده. گوش میکنم.